به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم برادران عزیز و گرامی. قبلا برادران عزیز و گرامی، از الله که هو الله احد، از الله که یکتاست، یگانه است، لم یلید و لم یولد، از الله که از کسی زاییده نشد و کسی را هم نزایید، و لم یکن له کفوا احد، از خدایی که هیچ قدرتی، هیچ توانایی و قدرت و توانایی برابر شدن نمیتواند. خواهان او هستم که الله مهربان با آن مقصودهای نیکی که شما با این دور دست ها آمدین و مشغول کار هستین، خدای مهربان در این نیت های نیکتان شما را موفق بگرداند و الله مهربان از همه ضررها، از همه نقصانها، از همه بیماری ها خداوند شما را حفظ نماید و خداوند در کارهای شما برای و خیر و برکت را نصیب بگرداند. و الله مهربان هر گاهی که سفرهای شما خواه از وطن، خواه از اینجا به طریق وطن، سفراتان هم به خطر بگرداند. و الله مهربان گذشتگان همه شما را رحمت و مغفرت کند. و الله مهربان دعا میکنیم که خدای مهربان بر همه شما توفیق، یقین، محبت، اخلاص به سوی دین خدا عطا فرماید. و از الله مهربان خواهان هستم که خداوند در بین برادران ما، در بین این مردم ما، مردم مسلمان ما، مردم تاجیک ما، در هر جایی که باشیم بر یکدیگر محبت داشتن، بر یکدیگر قدر یکدیگر را دانستن، احترام یکدیگر را کردن را خدا این توفیق را به یک و یک شما نصیب بگرداند. با برادرانی که در این آبادی مسجد و در این مردم و همچنان این مدرسه زیبایی که در این مسجد هست و همه امکانیت‌هایی که در اینجا برای آدمی میخواندگی، زیرا که تحصیل هایی که در این راه می شود اینقدر امکانیت برای طالب علم خرید وجود نداشت. خداوند اون برادرایی که در اینجا سهم دارند، زحمت میکشند، مهنت میکنند، خداوند خیر دنیا و آخرتشون نصیب بگرداند. اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، صحبتی که حضرت استاد کردن هم دایره اخلاق ما و شما، هم در نسبت مروت و مودت و هم در نسبت پیروی از مذهب امام ابو حنیفه
خدا خواهد برادران عزیز، بسیاری از برادران ما گمانم همینه که من گمان منم مقصد از شاید خطا و کمبود خالی هم نباشد، ولی گمانم همین است که انشاءالله اگر همین توصیه ها و همین دلالت ها در ما و شما نباشد، شاید که ماها برادرها یکان کاری نادرست یا یکان راهی نادرست برای خود انتخاب کنیم. زندیاز هر چیزی که به سمت شما رسانده می شود، شما اینا در ترازوی عقلهای خودتان بسنجید و بعدا خلاصتون رو برآورید. کنی بینید که تا چه حد مقصد آن توصیه‌ای که بهر شما می شود تا چه اندازه برای شما لازمه، لازم نیست، درسته، نادرسته، بعدا انشاءالله شما خودتان خلاصتون رو برآورید. برادر عزیز، من میخواستم برادرای عزیز و گرامی حدیثی را از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمت شما رسانم و معنای آن را برای شما گفته گذارم. حتی از خدا امید است. من جای سفر کردیم که راستی بعد انجام سفر ما بسیار سخنهای نیک شنیدیم، زیرا که ماها برادرای عزیز مبلغیم، ما رساننده ایم، ولی آن توفیق و احساس آن چیزی را که شما از اینجا میگیرید او را الله برای شما میده. قرآن میگه و ما علینا الا البلاغ المبین، نیست بر شما مگر رسانیدن. وظیفه ما فقط رسانیدن است. من نمیتونم که یک دوست دارم و دستش بقبون بگم دزدی نکن. نمیتونم که مثال یک آدم کشم کار در دستش بگیرم. نمیتونم یک آدم خبرکشی به توفیق از دری هم ساختار بگردونم بگم بچه خبرکشی نکن. من فقط آن چیزی که در شأن اینها هست موعظه رسانم. همین شی وظیفه من و عمل کردنش این به یک شما وابستگی دارد. اگر هر کسی دعوای ایمانداری میکنه، پس از شنیدن قال الله و قال رسول الله باید شما یک خلاصه کنه برآورید. اگر اینجا من گویم که من حاجی میرزا اینا از عقل خودم گفتیستم، با عقل من هیچ وقت کار نکرد، ولی وقتی من اینام خدا و پیامبر بگم تو خوب با دقت باش. برادران عزیز و گرامی، نعمان ابن بشیر صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی را که من به شما میخوانم، این هم در بخاری هست و هم در مسلم هست. برای اثبات آنه که من ادرس میتونم برای شما، به خاطر آن است که حاضر پیدا کردن همین سخن من با اینترنت بنیاد آسان شده. همین در وقت در همون گوگل چیه هم میدارید، همین عباره عربی که من میگم یک تکش بزن خودش همون حدیث هم میبرد، در زیرش خط نویسندگی میبرد همین حدیث کیها روایت کردن، آیا همین حدیث صحیح است غیر صحیح است، شما خودتون آسان دیگر مقصد همین تفتیش کردن من، پیدا کردن من آسان نکرد. و من هم هیچ چیزی رو نمیده که در پیش شما بیامون یکان چیزی بافته و نادرست بگم. نعمان ابن بشیر راوی این حدیث است. میگه پیغمبر نازنین گفتن مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. برادران عزیز، این حدیث پیامبر جمع کننده همه نفری که ایمانی به خدا دارد.
پیامبر ما برادران عزیز در زیر این حدیث چی میگوید؟ مثل مؤمن میگوید. دیگر ما را محل مانه، ملت مانه، مذهب مانه جدا نمیکنه. میگه مثال مؤمن در معامله، در داد و گریفت، در محبت، در احترام، خب در قدر شناسی مثال یک جسد باید باشد. مثل که یک عضوی که میگه اذا اشتکا منه عضو تداعی له سایر الجسد. اگر برادر عزیز یک عضو ما درد کند، تمام بدن دردمند میکنه. پیامبر نازنین همین گفتند که انا همین شما هم اگر یک تاتون درمند باشین، باید همه تون درمند باشین. یعنی درد یک برادر درد همه شماست، شادی یک برادر شادی همه شماست، غم یک برادر غم همه شماست. اگر ما تا به سر همین سخن پیامبر برادرای عزیز جمع نشیم، ماها هیچ وقت روزی خوبه، ساعتی خوبه، حیاتی خوبه هیچ وقت نمیبینیم. چگونه که امروز هستیم، چگونه که امروز در نسبت یکدیگر چقدر بدبینیم. هزار گنج عبادت برادران خوب نگاه کنیدن، ولی حضرت رسول گفتند که آدمی که آداب خوب داشته باشد، پیامبر گفتند در ثواب برابر است مثال آن کسی که شب تا روز نماز میخواند، روز تا بگه روزدار. این عزیز خدا چی میگه؟ هزار گنج عبادت، هزار خوان کرم، هزار طاعت شبها، هزار بیداری، هزار روزه ماه، هزار خلوت سال قبول حق نشود گر دل بیازاری. برادرای عزیز، هزارها سال روزه داری، هزارها سال نماز میخوانی، هزارها سال نماز تهجد داری. تصور کنید هزارها سال خوان کرم داری، دسترخوان پرتافتگی روز و شب مردم میخورد. میگه اگر دل را برنجانی همه اینها بیکار میشود. دل را اگر برنجانی، این برادر خیلی مهم بود است، این خیلی ضرور بود است. من یک آیت در ایرکوتسک از سوره مبارکه نمل خواندم، مورچه سوره نمل آیت وعده عدم 11 یا 18. ببینید یه مورچه چی میگن؟ نخوش مقتل یا مورچه نشید. مورچه را بینید عقل نداره، ولی خدا شما را ای نعمت عقل برخوردار کرد. قالت نمله، مورچه گفت، خدا میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. وقتی میگه مورچه ها همه بیرون بدن پای رزق روزی میگشتن، این زمان بود که یک مورچه احساس کرد که حضرت سلیمان میگه با لشکرش آمده است. این مورچه میگه از جاش بلند شد و فریاد کرد یا ایها النمل، ای مورچه ها. سلیمان همراه عسکراش با اسب آمده استند. لا یحطمنکم، اونها زیر پاتون میکنن و هم لا یشعرون، او در حالتی گذشتن شما را نمیبینن، از نادیدن پاهاش و پای اسبا خطی زیرتون میکنن. ادخلوا مساکنکم، خاناتون را بدروید. ببین خاناتون بدروید. صاحب تفسیر چی میگه؟ میگه مورچه، ملخه، پشه،
هر کدام همین ها در علاهیدگی یک قومند، یک ملتند. یا بین گفت میتونست همین مورچه‌ای که دید سلیمان همراه همون لشکرش میتونست آستک در خانه‌اش بدروید، اونها را نگرد. سلیمان میگذاشت همش میجوکید میرفت نابود میکرد. ولی میگه بین مورچه را که در حق نفرهاش نگران بود، نگرانی کرد، احساس غم کرد، یعنی اونها را زیر کردن، اونها را پایمال کردن، برای من چی خیر داره؟ اینها رفیقان منند، اینها نزدیکان منند. صاحب تفسیر میگه اگر مردم مسلمان مثل همین عقیده مورچه داشته باشه، اینها را هیچ کس زیر کردن نمیتونه. یکی برادرای عزیز، ما هم تاجیکی، ما هم این فرزندای شمایی، شما هم فرزندای مایی. چقدر باید دیگر بخیلی؟ چقدر باید دیگر حسد داری؟ چقدر برای دیگر در سر راه یکدیگر چاق میکنید؟ و این برادر ای وقت چمی تاجیک، اگه من باید حدیث ابای جابومانانی تاجیکیش بگیرم، ای وقتش تاجیک مردم میگفت با خدا دادگان ستیزه مکن، اونها را خدا داده. او چیزی را که خدا داد در نسبت او بخیلی ما، حسد ما، بدبینی ما، آدم تشکیل میکنیم میزنیمش میکشیمش. این چی نفتار برادر عزیز؟ و شما امید ای خانه قبرتون ندارید؟ یا چی این کارها را شما میکنین این دنیا به صاحبه؟ این الله مهربان کردارهای بعد شما را ندیدسته؟ این مصلحت هایی که در علاهیدگی برای یک برادر مسلمان میکنی، آیا خدا نمیداند؟ خدا نمیبیند؟ در سوره قلم ببینیم ولید ابن مغیره لعنت الله علیه، امام قرطبی میگه خداوند گناه هیچ کس را حساب کردگی نیست مگر گناه همین ولید ابن مغیره را 10 تا بدبختی شد. در سوره قلم 1 2 3 4 5 6 تا همین ولید ابن مغیره میگه 10 تا بدبختی داشت. 10 بدبختی. یکی از اون بدبختی ها چی است؟ حماز مشاء بنمیم. در یک آیت 2 بدبختی شد. حماز همین در برابر کسی که میامد بعد عیب میگرفت، عیب یک آدم بعد عیباش میگرفت، کمبودیاش میگرفت، طعنش میکرد. میگه یک شدتی بدبختیش هم میبود. حماز مشاء بنمیم. دویمش خبرکش بود، خبرکشی میکرد. بعد الله مهربان چی میگه؟ اطولیم بعد از ذالک کردنیم. سیمش میگه بسیار دل سخت بود، به حد دلش میگفتی از آهن بیرحم بود. ولی الله چی میگه بدبختی همین برای چی؟ برای چی همین چیزها در همین آدم جمع شد؟ برای که این آدم ولد زنا بود. الله اثبات کرد که این آدم ای راه زنا آمد. حتی میگه وقتی آیت در شأنش آمد خداوند گفت که این زناکاره رفت مادرش را پرسید. تو همتری بر محمد آیت آمد گویا که من ای راه زنایم. مادرش پرسید تو که هم پدر نبودن در گویا یک چپان پچساز بودی تا هموی. الله راست میگه. ببینید مفسران میگن که در کجایی که دیدین همین یک آدمی که خبرکش است یا به کوینش یا تاش دیگر کسی است. برای همین برادران عزیز این چیزها در شأن ما مردم مسلمان نمیشه. بسیار احتیاط کنید برادرای عزیز. یا دیگر تا حرمت کنید، یا دیگر تا دوست بدارید. من در شهرهای بودم که ولی اگه خدای مهربان اگر او دوره اولا واری من قوت ندارم، اگر قوت کنم همین شهرهایی که از در نوبت ایستادگی هر کدامش اگه ما هم برادر عزیز دیگر او قدر بگیم که ذوقی به هر جا رفتن هم نداره. میگه ذوقمون حسابی
خستگی و کم کمک بیماریمون ایبان رفتگیه، ولی میبینیم همتری پرابلما و همتری کارا را بعد مجبور میشم برم بگم ممکن که خیلی دلالت من یکی سبب میشه داخل، ممکن از خدا امید دارم. زیلیاز بچه ها را بینید چطور محلگرایی هایی تو غرمی هایی اینجا را چکانه شکی جای غرمی های اینجا را چکانه شکی جای ایسوری های اینجا اشتا مردم قرغن های اینجا اشتا طلاب های اینجا اشتا فلان های. محلگرایی در اسلام حرام های برادر عزیز، حرام های. در نزد خداوند محل اعتبار نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا میگه از همه در محترم شما کسی که من میترسد، نمیگه فلانیه. در شهر بودیم برادر عزیز که 10 نفر 3 ماه کار نداره، لیکن از بس که محلش محلی اون نیست کارش نمیکنه. همین 10 نفر بیچاره با امید آمدگیان. ای برادر عزیز، اینجا در حال دیگر که ایمه در شما خودتون بهتر میدونید. 3 ماه مرده کار نمیواد کردن، میگه برای که من از فلان جایم نمیتونم جای کار. آیا دادرای عزیز کسی باشی آخی میلیون داری تریلیارد داری به همین کارت مسلمان نیستی برادر، نیست. همون ایمان اسلام در تو نیست. با سون داشتن تو یگان مرتبه منزله نداری. شیخ سعدی میگه نه منعمی به مال از کسی بهتر است، خر گر جیل اطراف میپوشد خر است. خر جیل اطراف میپوشد یگان اسب میشه، خر است. زیر لحاظ برادرای عزیز شما دیگر احترام کنید به خاطر ایمان، به خاطر اسلام. این حضرت سهیل ای کجا بود؟ حضرت سهیل از کجا بود؟ حضرت سلمان ای کجا بود؟ لیکن ببین پیامبر در پهلوش همینها را میگیریم میگشت. نمیگو که اینها عرب نیستن، من در کار نیستیم. برای همین برادران از شما در همین ملک مردم در شما حرکت کنیم. گفته حضرت استاد که ما الحمدلله مسلمانیم ولی تاجیکی. در سیمای ما تاجیک معرفی میکنن. چند بچه ها را میشیدیم بابای اوجی میگن نمیدونیم گفتیم هر چی میکنی با چوکت میگن. ببینم با چوکت میگن یا نیروز گیر میگن. خیلی درست افتاد میگن، ولی بگذار چیزی میگن نمیگن. ما تا چندی که اگر لباس پوشیم اونا خشلو کنیم، ایتری یک جامعه کنه دریدگی را در تنمو نپوشیم، خدیره در نبرویم، نگن که یک ملت چرکی ملتی روی سر روش روی ریشی روی به ترتیب لباس ای را ببین. آخی مسلمان آلفته باشه. میگه پیامبر با کوچه میگذشت برادرها، میگذشت نیست در آن کوچه. میگفتن که به همین جا محمد گذشتگی اساسا زیرا بوی خوشش کوچه را میگیرد. حضرت باید دنیا خوشبویی را دوست بداره. و باید شما در همین آبهای گرمی که هست همین یک صابون چیه؟ هر روز برادر هر روز هر تا بشور، سر روان تا تازه کرد، سر ریشک تا ساز کرد، کوچه دا برامد یک پتیکو تا پر ویلو یک بشک گلتا پتا تا تازه کرد. همه چیزت اهمیت میتن. و اسلام هم همین را میگه. وقتی میگه پیامبر گفت که در دل کسی ذره یک مانع ارزن و کبر باشد داخل جنت نمیشه. یا مردم بسیار زیبا میپوشیده است، بیچاره دیگر چی شید گفت از جاش خیز گفت. مردکی که اگر لباسای خوش رو پوشد چی حضرت؟ ایکون ثوب حسنا و نعل حسنا. لباسان زیبا پوشیم بسیار قیمت دارد. منم در زمره دو تکبیرایم پیامبر گفت این الله جمیل یحب الجمال. خدا زیبا زیبا را دوست می‌دارد. ببینید الکبر بطر الحق و غمط الناس.
پیامبر میگه کبر بدونید که متکبر کسیه که خدا را فرمانبرداری نمیکنن و مردم هیچی نمیشمارن، یا را متکبر میگن. ولی برادرای عزیز، اسلام ما بین در یک هفته میگه باید در هر خانه سانیتر نگیم باشه. خانه‌تون حتی پیامبر تاکید کرد، حتی وقت از کوچه‌تون تازه کنین تا مثل یهودی‌ها نباشین. امروز یهودی تازه مسلمان شد. برای چی اینقدر تک ناخناتون هر روز جمعه بگیرید، پشمای زیر کش و زیر نافتون بگیرید، همین را پیامبر تاکید کرد. حتی میدونید که عبدالله ابن عباس بچه حضرت عباس میگه هرگاهی که من با زنم خانه‌داری میکردم خوشبویی میکردم خودم، زن من خودش خوشبویی میکرد، بعد هم خوابگی میکرد، زیرا که در هر دو اگر خوشبویی باشه از یکدیگر لذت خوب میبریم، ای لذت خوب فرزند خوب میشود. حتی هم خوابگی را میگه جاگه خوابم در خوشبویی میکردم. ما در بین مردم قدر خوشبویی میکردیم، ولی بعضی ها ممکن با بگه نه ای بوی عطر ملائکه میگریزد، او بوی که تو میکنی خدا دانای ای اون میگریزد، ای بوی عطر دخیل ملائکه میگریزد. برای برای از این چیزی خنده نیست با خدا. ما در خدامان هم مسلمانی مانه هم تاجی بودن مانه مقصد معرفی میکنیم. من فکر با خدا همینه، در پیش ما یک تاجی که اگر حقارت کنه یک آدم بگونه جان تا نبره، جان تا نبره که تاجی که حقارت دارد. باید هم خیلی باشه، باید با غیرت هم باشه. از این لحاظ برادرای عزیز، مسئله یکدیگر را دستگیری کردن، در مشکلات های یکدیگر یک جا بزن، همه اینا برای ما شما به حد ضروره. عبدالله ابن مبارک میگه که یک نفر همراه شد. حضرت عبدالله دید که حضرت عبدالله ابن مبارک شاگرد ابو حنیفه ایو، یکی پیر امام بخاری است. میگه وقتی که هم مرد دید که خصلت های بد بسیار دارد، بعد میگه همین نصیحت گذشت. همین 2 روز خطی عبدالله ابن مبارک بود که گفتی بچه ها هوی خود بر رفت. حضرت عبدالله را دیدن که گریه دارد. چی با گریه میکنی؟ گفت همه را اصلاح کردن نتونستم که از من جداش کنم. کاش که اصلاحش میکردم. خطی من می ایستاد، من در دام یه هفته یادم اصلاح میکردم. یکی 2 روز ایستاد و رفت، برای همون فعلی بعدش غمگینم که این با این فعلش بسیار یادم را دقت میکرد. به ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق زد. به ادب فقط خودش در عذاب نیست، همه را در عذاب میمونه. از این لحاظ برادرای عزیز، در کاربار یکدیگر بخیلی نکنیم، محلگرایی نکنیم. همتون فرزند مسلمانی، همتون الحمدلله مؤمن و مسلمانی، همتون تاجیکی. سخنهایی را که من قبلا از آیت قرآن یا مورچه را برای شما مثال آوردم. شخصی میگه سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. ولی بین اگر یک کس بگوید سگ چند تا خراب میکنه، یکی شخصی حاضر حجت کردی آدمی که دل آزاره، آدمی که مردم آزاره، حجت کردی اثبات نکنه که ایودا سگ بهتره. سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی و دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد سگ وفا دارد، آدمی دشمنی روا دارد. حضرت میگه آدم ببین که با تو در یک طبق دست در مطعوم، در یک طبق خورده است، سگ ز بیرون آستان محروم. سگو در بیرون کوچه منتظر همون تای طبق تر. ببین میگه با آدمی که در یک طبقی چار میکند، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد
سگ وفا داره، آدمی دشمنی روا داره. همون سگی که در بین تای توت شما را میخورد، او وفا در شما داره، شما دستی به دست ماندگی میخورید، لیکن اسم میگردید دشمن یکدیگری. میگه آیا سگ بهتره یا هم آدم بهتره؟ در این بابت صحبت‌های بسیار دارم. شکر الله مهربان میگم کفایت نکنه. یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چون چراغ بشید خوب است. برای آدم مفهم یک نکتهش کفایت نکنه برادر است. مسئله همین پیروی ای مذهب برادران عزیز. ببینید ما دوستان 4 مذهبیم. من هیچ وقت تعصب ندارم. اگر یک برادر ما شافعی هم باشد سرتای جان، یا برادر ما حنبلی هم باشد، مالکی هم باشد، همین شیعه نباشد، این برادرای ما همون شیعه‌ایش که مادر ما را عایشه را حقارت کنه، همون شیعه‌ای که ابوبکر ما را، عمر ما را، عثمان ما را وقتی توهین میکنه، او برادر ما نیست. اگر همون شیعه‌ای که در اعتقادش کشتن اهل سنت باشد، او برادر ما نیست. ولی من تعصب ندارم برادر است، ولی این قدر میگم که همین وحدتی که من گفتم، همین برادری که من گفتم، همین را هم از دیگر اعتقادی که غیر مذهب حنفی قبول میکنی خلل پذیر شدنش ممکنه. زیرا که شما برداشت دیگر مذهب ندارید، زیرا شما به علم ندارید. شما علم شما تا اون حدی نیست که تو شافعی شای یا مالکی شای یا حنبلی شای. تو شافعی میشای ولی برادر عزیز با همون موافق که همون مذهب هم رفتار کردن میتونی. برداشت همین مذهب نداری برای که علم نداری. اگر یک عالمی که مثل که شیخ محمد صالح پوردی، این شافعی مذهب است، ولی در تمام محفل معرکه‌های زاهدان نزد عبدالحمید که رئیس اهل سنت سنی های همون زاهدان هست، میاد در همونجا اهلی مثال حنفی مذهب کسی باشد مثل جانوری دوست می‌دارد، او همه اینا را دوست می‌دارد. عالم که هست برداشت یعنی را دارد، یگان نافهمی در بین اونا میشه. ولی هر چی خدا گرفته همین هایی که بیچاره هیچی را نمیفهمند، از یک مسئله های مثال میارن دلیل حجت که سر همه را گرم میکنن، میشود اختلاف، میشود نافهمی. ابو حنیفه هم برادر عزیز چهله که نمی زمانه داواز تهمت ها در شانش میکنن که او اهل قیاس بود، او میگه آیت حدیث